و هم توت زمینی، مگر شفتالو موسمش نیست. بعدا باز براتون شفتالو هم به تصویر میگیریم. مای سور حمل سور جوزای مسی مای فصل می اقلا 40 روز هم فصلش می باشه. اگه شمال نبزنیش که امی تو زمین امی جمعوری میکنن و دیدارش خود میکنین دیگه. امی باز میبریم موجه زیر چپر زدیم موجه باز بسته‌بندی میکنیم به همراه کابل روان میکنیم دیگه. یه دیگه پخته نمیشه دیگه. نه اگر ابری باشه آسمان ابری باشه پخته میشه. اگر رفته باشه وضو کنه دیگه بهتر میشه. اگر چیر باران شود دیگه و فصل مکمل ختم میشه از بین میره. در 45-50 دقیقه انشالله کار میره خوب صحیح. بسیار خوب. حالی بعض گل انداز میکنه یک اندازه گل میگیره، بعض دقیقه تو دانه میگیره. میره ما جمع کرده میریم میره. بسیار بالکل که مو درختای دیگه که شفتالو مردم نیال کردین امو نمیشه از فصل نمیگیره. زیگه نمیگیره ما فکر میکنیم که می شفتالو رو بگیریم زیر فصل نه. خودتان بیننده است که ما در زیر شفتالو توت زمینی و در سر شفتالو میگیریم. سلام وطنداران عزیز، جور بخیر، چه حال احوال دارین؟ انشالله که جور صحتمند باشید. وطندارای گل، دوستان نهایت عزیز، امروز ما در ولایت ننگرهار شهر جلال آباد هستیم و امروز میخوایم که در یکی از بهترین باغ‌های جلال آباد یعنی در سخرود شریف یک برنامه کاملا کاغذ پیچ زیبا و دیدنی برای شما جور کنیم و فصلی بسیار یک میوه رنگارنگ در شهر جلال آباد است. ما براتون به معرفی نمیگیریم، شما برنامه خودتان ببینین که چی فصل است. وطندارای گل انشالله که جور صحتمند باشید و عافیت به تن داشته باشید. ما دیگه در یکی از بهترین جاهای شهر جلال آباد که مربوط ولسوالی سخرود میشه در اینجا هستیم. وطندارای گل، شما در دست من که از توت زمینی رو میبینین واقعا بسیار یک مزناک است. من واقعا خوشم میاد و ما در یکی از باغ‌ها آمدیم که در اینجا هم شفتالو است
و هم توت زمینی، مگر شفتالو موسمش نیست. بعدا باز براتون شفتالو هم به تصویر میگیریم دیگه. برای فعلا خود توت زمینی است. احسان لاجان مکتشان معرفی هستم و بازم خودش خود معرفی میکنه که مسئول از این باغ است و ما آمدیم مفصلا در اینجا یک برنامه بسیار زیبا و دیدنی از این باغ می داشته باشیم. شما کتما باشید و از این تصاویر زیبا شما دیدن نمایید. وطندار عزیز السلام علیکم. السلام علیکم. جور بخیر. چی حال امان؟ صحتتان خوب است؟ قراریست ان شاء الله. الحمدلله. شما خوب هستین؟ الحمدلله. قراریست ان شاء الله. شکر الحمدلله. ما خونام تو خو یک چهره شناخته شده در بخش باغداری در سخرود هستی. احسان جان قن بازم خودت معرفی بگیری به بیننده ما بسیار خوب میشه. سلامت باش لالا. احسان الله هستم، یک تن کارگر و بزگر از ولایت ننگرهار و لسالی سخرود قریه فتح آباد. بسیار خوب. عزیزی بیادر، شما چقدر وقت میشه که مصروف از باغداری هستین اینجا؟ برادر عزیز خود میبینین فصل توت که از دیگه اول سال می باشه، 2 سال میشه، 3 سال میشه دیگه. ما خود ما مصروف از می دیگه، از پدر ماندگی می کاروبار ما دیگه 2 سال میشه خود ما مصروف از می توت هستیم دیگه. بسیار خوب. خود این خو به حساب فصل به فصل می باشه دیگه. غیر از توت زمینی دیگه چی کشت میکنه از زمینا در باغا؟ ساحه بسیار کلان میبینیم من اینجا. خود بیننده دیگه میبینی اول کسی فصل زینه مای سور حمل سور جوزا 3 ماه فصل میده، اقلا 40 روز هم فصلش میباشه. اگه شمال نبزنیش شاید دومام مسلسل میوه بده. خب حالا چون که بعد تیر شده که میوه ما رو خراب کرده که حالا اقلا 20 روز 25 روز میوه میده. و دیگه ما خود ما گندنه میکاریم، پالک میکاریم، پیاز نوش پیاز میکاریم و مصرف از کاروبار خود میباشیم دیگه. بسیار خوب. وطندارای گل دهقانی یکی از بهترین کارها در افغانستان است و وطندارای ما که بیشتر در افغانستان زندگی میکنن اکثریتشان مصروف دهقانی و زمینداری باغداری مصروف از این کارا میباشن. احسان لاجان هم بسیار یک بچه زحمتکش هستند، تلاش دارن به خاطر از اینکه دیگه باغداری کنن به مردم از تولیدات خود وطن ما مردم ما استفاده کنن و خواهش ما اینمی است، خواهش احسان لاجان هم اینمی است. بیشتر برای ما گفت ما میگه قزمت میکشیم، کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، وطندارای ما میگه همین تولیدات خود ما را استفاده کنه و ما که احسان لاجان هستیم دیجا در این باغ میگردیم که کارگرها گپ میزنیم و بهترین توتای زمینی را که در سخرود است در افغانستان است برای شما امروز با معرفی میگیریم. شما که ما باشید. وطندارای عزیز، باغداری است، زمینداری است، وطندارای ما هستند اینجا مصروف کار هستند و واقعا دیگه بسیار یک جای خوبیش، آب و هوای پاک، صفا، سوتره دیگه. گپ یگانی که مردمای سخرود که هستند دیگه یک لهجه بسیار شیرینی از خود می داشته باشند دیگه. میگن دلتا کلیوالی ژوند دیگه به حساب قریه زندگی قریجات است و در قریجات باز اینمی تو زمینداری است و یک کار و دیگه کار. وطندارای ما مصروف اینمی کارهای خود هستند. حالا احسان الله جان بر ما میگه که اینجا کارگرها چی میکنن و در اینجا پروسس از کجا شروع میشه، در کجا میره و باقی کار دیگه در اینجا میگه. احسان الله جان بزرگوار در اینجا بیادرای ما مصروف چی کار هستند، اینجا چی کار میکنن؟ محترم بیننده خود دانستی که امی تو زمین امی جمعوری میکنن و دیدارش خود میکنین دیگه. امی باز میبریم و زیر چپر زدیم و بسته‌بندی میکنیم به همراه
کابل روان میکنیم دیگه. بسیار. خودتان بسیار بیننده خوب هستی دیگه میبینین. درست است. خود در اینمی جای نه؟ اینی جا فرض کن دیگه اینمی جای دیگه مکمل یا چیندن. باز نوبت از این چه وقت بعد میاد؟ بس امروز که چندین ای پخته دانه میکنیم نیم برغل یا نیم پخته رو میمانیم با صبح باز بشه میایم. ای تا صبح میافته و با هوا گرم است دیگه معتدل است خب توت گرم است دیگه. صبح می پخته میشه صبح باز جمعواری میکنیم. روزانه جمعواری باز بر کابل روان میکنیم. وطندارای گل فصل خو میبینین آلی جمع میکنن صبح باز پشتش میاین دیگه. زمینای زراعتی زمینای سخرود دیگه این قسم گبگانی که برکت خدا داره یا ما نادیده استیم یا دیگه این فصل که هست یک قسم دیگه خوب حاصلات خدا داره ولی این خوب بسیار خوب است دیگه. یعنی بعضی مثلا شفتالو سیب یک فصل داره یک دفعه جمع میشه دیگه یک دفعه خلاص میشه. این ویژگی تو زمینی است دیگه. این ویژگیش میترسه این هم مثل آب افتایی واریز دیگه. افتای اگر سولار پیش گرفتی چارج دیگه چارج ظاهره ها که دیگه نه افتاو میره. این هم تو مثال میز داره اگر گرفتی همراه برات پیسه میکنه اگه نگرفتی گنده میشه این پدی بس ختم میشه خودش. بس خو یک گپ دیگه اگر باران یک روز دو روز سه روز باران چی با افتاو نباشه دیگه فرض کن سایه باشه این دیگه پخته نمیشه دیگه. نه اگر ابری باشه آسمان ابری باشه پخته میشه. اگر افتاو باشه وضو کنه دیگه بهتر میشه. اگر چیر باران شود دیگه و فصل مکمل ختم میشه از بین میره دیگه. یک روز دو روز سه روز باران زدش این خودش گیس میکنه خودش می گیسی که شد ختم میشه. خب بسیار خوب. این درست شده که باران شده باشه فصلتون خراب شده باشه؟ بسیار زیاد پارسال کمی اینمی فصل میبینی که میری کشتیم از این ما کل سال متوان خودم برابر نکرده که امسال ماشاءالله خوب است که آب و هوا هم خوب است نرمال است که باران هم یقینی است که باز هم از خدا خود باران میطلبیم که باران شمی گل و بار من از دیگه هم فصل میگیره. خو که زیاد شود 4 روز و 5 روز باز خرابی میکنه. به قدر ضرورت ما باید شود باران. خب یعنی نسبت ضرورت دیگه در چیزی که میانه روی باشه او میگه خوبش میباشه. اگر جاله کنه دیگه فصلا را خراب میکنه و اگر نمی تو باران معتدل باشه میگه گل میکنه و بسیار یک حاصلات خوبش میده. وطندارای گل بیادرای ما را که میبینین دوستای ما را که میبینین مصروف کار خود هستن و بسیار یک خود ما دیگه دهقانداری رو بسیار خوش دارم که بخیر خدا نصیب ما میکنه. این رقمی روزگار نمیمانه بخیر. ما دیگه تصاویر از اینجا می داشته باشیم. شما دیگه زمینداری از این بیادر ما رو میبینین و باغداری رو ببینین و کتما باشین تا ما از این بخشی از این پروسس که خلاص میشه از اینجا میبرن در جای دیگر و در اوجا بسته‌بندی میکنن. ما میریم در اوجا شما کتما باشین. وطندارای گل شما میبینین دیگه کاکای بزرگوار ما در اینجا مصروفی چیدن توت زمینی است. همینجا کم شور بخور کم اینجا ما انداخته بریم. کمی طرف یکی آیسته آیسته تام کار کرده بودی دیگه و ما از تو یگان پرسانا کنم. صحیح شد؟ نامتان چی است کاکای؟ محمد یوسف. محمد یوسف. چند بجه میایین دستر کار شما؟ ما میایم 5 بجه این چیز میتونیم ما صبح که میایم دیگه. خب چای صبح دیگه چای صبح اینم میمون ایسان جان هستی دیگه. جان. چقدر که جنمی کارگر هستیم. خب چه وقت شده که شروع این طور است که ما کارگر کتیزی دمی 15 20 سال ما که بچه بودم ریش سفید شد ما کتیزی مرد که کار می از این می دیگه زیر از ما فعلا 2 سال است که ما کشت کردیم او بس باید خدای نمیجا و داریش همه شانه طور که زموار همه چیزش ما کتیش هستم. بسیار خوب. دیگه نفرای ما کس یعنی دیوالا کس 5 روزه و 10 روزه که مقصد میان کار میکنن. خب به کارگری فصل خلاص شد میرن دیگه. میرن بالکل اینی رقم مثلا. محمد یوسف کاکا. مجان. دیگه من یک چیز از تو پرسان میکنم. بگو این میجا چه وقت شده که شروع شده نمی فصل از یک ماه شده شروع شده یا چند روز شده شروع شده؟ تقریبا این طبیعیش یک 20 روز 25 روز شده باشه. چه وقت ادامه میکنه نمی کار؟ این دیگه تو میکنه که تا 45 50 دیگه ان شاء الله کار میده. خوب صحیح. بسیار خوب. حالی باز گل انداز میکنه یک اندازه گل میگیره باز دیگه تو دانه میگیره. این ما جمع کرده میریم میله حالا. بسیار خوب. خودت مصروف چه وقت شده که باغداری میکنی؟ گفتی دیگه زیاد وقت شده که مصروف هم زمینداری و باغداری. این باغ اینمی که شروع شده من دمی باغداری از یا مصروف هستی دیگه. دوا بزن مقصد یگان
او دادنش میشه، پارو میشه، این چیزا رو ما استعمال میکنیم که بسیار خوب. امی اوی سرخرود از کدام سو میآید؟ او سرخود از سفید کو برای ما که میآید. از سرخود کس از اون طرف میآید، او از سرخ است، او ما کس سفید است. سفید است. خب ایسا بزرگوار. خب آیسا از ما او تیوال است نه؟ او تیوال است. دریای کابل که وش میای خب کتازی او یک جای خونه میشه. نمیشه. او دیگه طرف است. او دیگه طرف است. از این سرخود دیگه این طرف است، دی بغل سیاکو میگیش دیجاست. او از ما کس از این طرف میآید. خودت خب ماشاءالله تجربه خوب داری. خب فی الحال کس از تیوال ما استعمال میکنیم. فی الحال چالو نیست از جاوش. خب بسیار خوب. خودتان خب دیگه در بخش باغداری و در طول زمین جمع کردن از این تجربه خوب دارین. روزانه چند سبد جمع میکنی خودت؟ دیگه تا بگیرش دیگه که تا 25 30 چیز جمع میشه دیگه. چقدر خوب میشه نه. خب روزانه 25 سبد جمع میکنه. تقریبا ما خب کارگرا رو زیاد دیدیم. خب شمار نکردیم چقدر است. وطندارای گل همین 8 نفر برابر میشه دیگه. 8 نفر دیگه 25 دیگه جمع کنه ماشاءالله زیاد چی میشه دیگه. تقریبا در چقدر جای است باغداری؟ 2.5 جریب است. 2.5 تا 3 جریب است. ما خب کلش ما کش اونجا هم است یه هم کلش است. یار ما خو ما اینطوری ناله کردیم 2 تقسیم کردیم. یک تقسیمش امروز، یک تقسیمش صبح. باز گای دیش میم گای دوش میم. دمی عمرت برکت کاکای. عمرای خودش خیر باشی. خب شما کامیاب باشید. کاکای گلم مصروفی کارهای خود است. شما دیگه چند ماه تصاویر از اینجا ببینین. ما دیگه مصروفی انمیجا باغداری و زمینداری که وطندارای ما هستیم. در باغ هستیم. احسان بیادر این درختاری که ما میبینم خب فصل هم گرفته چی است؟ امی درخت شفتالو است دیگه نیال کدیمیش. چند دانه درخت داری شفتالو؟ تقریبا فی الحال دی باغ هرد که میبینی 200 دانه است که باغ کلان دیگه و بالا 6.5 بوت است دیگه. او ماشاءالله ماشاءالله. خب این شفتالو که شما دیگه کش کردین این مزاحمت نمیکنه با دیگه؟ بس کدام نفر که تجربه ها داشته باشه برزو مزاحمت نمیکنه. ذکر ما از استفاده میکنیم هر سال هر میجدی که میشه قچکاری میکنیم هم برای فصل میورداریم. بعضی که دیگه باش وای تو نمیتونه کرده تعلق با تجربه داره. خب نظر دیگه چه رقم که یه آدم یک چیز تجربه کرد در سال بعدی میفهمه که اگه خوب بود خواهد استفاده میکنه. بالکل. اگه کدام مشکل بود دیگه باز در مو شیوه کار خود تغییر میاد. بالکل که مو درختای دیگه که شفتالو مردم ها نیال کردین امو نمیشه از فصل نمیگیره. ذکر نمیگیره ما فکر میکنیم که می شفتالو رو بگیریم زیر فصل نه. خودتان ببینید دستی که ما در زیر شفتالو تو زمینی و در سر شفتالو میگیریم. این بچه‌ها دو بچه‌ای که دیگه هستن یا کی هستن؟ یا دیگه بچه که هردم هستین. خب بچه این را در باغ میارن که باغداری یاد بگیرن دیگه در قدم‌های پدر خود را برن نمی‌تا؟ والا دیگه بهتر برد دیداری است دیگه. می‌بینید ببینید دستی خودت. خب هر کس که در کسب و کاری که میباشه اگه مستری میباشه دیگه بچه خود میبره آینده میگه این به دردم بخوره. احسان الله جان کس باغدار است میخواد دیگه بچه‌ش دیگه یک کس باغداری سرخرود باشه میتونه. بالکل ما خودم اگه بهتر بر خود که تو شناس داریم ما خودم دکانداری هم میکنیم نه یک ماه دو ماه سیزن از بازی خلاص میشیم میریم دکانداری خود میکنیم یا امروز شاق کردیم که همراه تو میریم در باغ او توت میخوریم دیگه صبح تعالی کدام 4-5 کیلو رو خورده. امو سر دانه خوبش میخورم. من میگم که از شما باشه خوبش چه کنیم که مردم دیگه بخوره شما بخوره. خوبه ماشاءالله رنگ روغن خوبم تو سرخ هم کشیدن نه والا دیگه صبحی تا لگیاسن حتما میکشین. وطندارای گل ما دیگه در باغ هستیم مصروفی باغداری و زمینداری که احسان الله جان دیگه شما که ما باشین ما میریم در بخش پروسس که دیگه چه رقم بسته‌بندی میکنن و باقی کار در اونجا میبینیم.
دوستان عزیز ما رفتیم در باغ جمع کردیم آمدیم دیگه فعلا دیگه احسان لا جان و کتی بیادر ما دیگه چی پیک میکنن دیگه مصروفی بسته کردن یمی توت زمینی هستن و از این پرسان میکنیم که کار از اینمی است و غیر از این دیگه مسئولیت داره دیگه دیگه. سلام علیکم. و علیکم سلام. جور هستی؟ خوب هستی؟ زنده باشی بیادر گلم. عزیز دل تو دیگه مصروفی بسته کردن توت زمینی هستی دیگه. اینمی مسلک ما است، اینمی رو میکنیم. تو چقدر وقت شده که مصروف از این کار هستی؟ این 2 سال میشه. 2 سال. چطور است کارتون نسبت به کسایی که در زمین کار میکنه چی فرق داره؟ بس کار ما خوب است، آسان است، یک ذره سایه هم است که تکلیف نیست که بس سیستم کار ما میشه. امی درآمد روزانه تو نسبت به دیگران فرق داره یا یکی است؟ فرق داره. چی رقم است؟ تو کم است یا زیاد؟ از ما یک ذره که اضافه فرق داره، از ما زیاد است یک ذره. زیاد؟ کار تو آسان است، در سایه هستی و یا این کاری تکنیکی است؟ این تکنیک میطلبه، هر کس کدا نمیتونه ایره. ها؟ بسیار خوب. اصلا جان خودت دیگه یاد داری کاری که بیادر میکنن؟ والا مجبورن یاد کردیم خود ما همراه ما نمیتونم که کلش بسته بندی کنم دیگه. یکی است یکی دیگه برادر ما است، 3 نفر هستیم برای بسته بندی شدیم دیگه. بسیار خوب بسیار خوب. خب روزانه شما دیگه چند خودی رو بسته بندی میکنین؟ ان شاء الله خوری خود کنیم تا از 460 و 470 الی 500 دبی روزمره تا 1 بجه روز. تا 1 بجه. 1 بجه روز. خب چه از 1 بجه زودتر دیگه کار نمیکنه به خاطر که دیگه باقی مانده که دو جس میگه پخته شوه نمیره. او باقی مانده پخته میشه دیم دیگه کمی مال ما با کابل زودتر برسه، مال تازه است بس خراب میشه. او ما میخوایم که برای هموطنان خود میره بسیار تازه و خوب روان کنیم عرضه کنیم برای بازار. بسیار خوب. خب بیادری گل خود دیگه کدی تایم کاری دیگه کدی بیادرها یک قسم از دیگه تو چه وقت که یا میان یا تم دیگه دم وقت میای دیگه نه؟ اینو وقت میایم نماز خواندیم صبح که بخیر میایم واقعا. چای دیگه اینجا میخوریم. چای اینجا میخوریم. بسیار خوب بسیار خوب. خب غیر دی کار نمی فصل 40 روز 45 روزی که دیگه تو زمین اینجا شما مصروف از کار هستین، بعد از چی کار میکنید تو؟ بعد از این خیر شفتالی میبره، بعد از دیگه میواسته که بس دونم کار میکنیم. او پروسی از این وضو فرق داره یا او دیگه قسم است؟ او بس دیگه قسم است که او هر چیز از خود طریقه داره نه. او کارتن میشه و قوطی میشه. او دیگه نسبت به این سنگین‌تر واری شد باشه. او دیگه رنگ است که خب بسیار خوب بسیار خوب. خب عزیز انشالله که جور و صحتمند باشی و دیگه مثل از اینکه میوه که دیجاست انو دیگه تر تازه باشی. تر تازه تمام باشی، جور باشی، خیر باشی، بخیر باشی. احسان جان دیگه فعلا دیگه پروسس روان است، ما میبینیم دیگه این کارهای شما را چند تصاویر میگیریم و کتی بیننده هستیم، درست است؟ بالکل چرا برادر عزیز. بخیر باشی. خب چند دقیقه شما تصاویر از اینجا ببینید که ما باشین. خب وطندارای عزیز ما دیدیم که در دی باغ چقدر خوب میوه توت زمینی پیدا میشد. خب در بازار بسیار کم یافت است، نمیفهمی چه مشکل است و
باید همه ما از تولیدات وطن استفاده کنیم دوستان عزیز و ما رسیدیم در آخر برنامه. انشالله که شما برنامه ما را از چینل یوتیوب خودتان افغان لایف تماشا کنید تا باشد ما بهترین جایها و بهترین برنامه ها را در سرتاسر افغانستان بر شما تقدیم کنیم. خب در آخر از احسان الله بیادر کدام گفتنی و کدام پیامی که دارن میشنویم. احسان الله بیادر چی گفتنی داری به مردم و به مؤسساتی که کتی باغدارا و زمیندارا کمک میکنه؟ چی گفتنی داری تو؟ گفتنی ما برای وطنداران عزیز کشور خود ما می است که از تولیدات وطن خود استفاده کنید، از میوه‌جات وطن خود، نه از هواده ایران و پاکستان. و از مؤسسات هوشمندی هستیم که برای ما فصله ما کس مرض میشه، دیگه کدام آفت میایه از خاطر زمین کدام دوایی و پارو و دیگه چیزا همراه ما کمک کنه. بسیار زیاد تشکر. چقدر پیغام خوب داره است. احسان الله جان میگه که از تولیدات خود وطن ما استفاده کنید. ما میگه یک زحمت میکشیم، این کارگرای ما چقدر بر شما زحمت میکشه. ضمن از اینکه ما و شما وطندار هستیم، هموطن هستیم، بیاین که با هم برادر و برابر از تولیدات وطن خود ما استفاده کنیم. هم برای خود ما فایده است و هم برای کشور ما فایده است. خب دوستان عزیز، یک دنیا سپاس میکنم از احسان الله جان عزیز که کت ما زحمت کشیدن و کار کردن و بر ما بهترین تصاویر از این باغ دادن. و شما خواهش میکنیم چنل یوتیوب خودتان سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید تا باشد ما بهترین برنامه ها را در سرتاسر افغانستان بر شما نشر کنیم. تا برنامه بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.